هیزم شکنی مشغول قطع کردن یه شاخه درخت بالای رودخونه بود. تبرش افتاد تو رودخونه. وقتی در حال گریه کردن بود، یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه میکنی؟ هیزم شکن گفت: تبرم توی رودخونه افتاده. فرشته رفت و با یه تبر طلایی برگشت و از هیزم شکن پرسید: آیا این تبر توست؟ هیزم شکن جواب داد: نه. فرشته دوباره به زیر آب رفت و این بار با یه تبر نقره‌ای برگشت و پرسید: آیا این تبر توست؟ دوباره هیزم شکن جواب داد: نه. فرشته باز هم به زیر آب رفت و این بار با یه تبر آهنی برگشت و پرسید: آیا این تبر توست؟ جواب داد: آره. فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر سه تبر را به او داد و هیزم شکن خوشحال روانه خونه شد. روزی دیگر هیزم شکن وقتی داشت با زنش کنار رودخونه راه میرفت، زنش افتاد توی همان رودخانه. هیزم شکن داشت گریه میکرد که فرشته باز هم اومد و پرسید که چرا گریه میکنی؟ اوه فرشته، زنم افتاده توی آب. فرشته رفت زیر آب و با جنیفر لوپز برگشت و پرسید: زنت اینه؟ هیزم شکن فریاد زد: آره. فرشته عصبانی شد: تو تقلب کردی، این نامردیه. هیزم شکن جواب داد: اوه فرشته منو ببخش، سوء تفاهم شده. میدونی اگه به جنیفر لوپز نه میگفتم تو میرفتی و با شکیرا میومدی، و باز هم اگه به شکیرا نه میگفتم تو میرفتی و با زن خودم میومدی و من هم میگفتم آره، اون وقت تو هر سه تا رو به من میدادی. اما فرشته، من یه آدم فقیرم و توانایی نگهداری سه تا زن رو ندارم و به همین دلیل بود که این بار گفتم آره.